خب دوستان، آموزش بعدی حذف فلزات ریز با کوئل 35 دابل هست. حالا جایی که خیلی آشغال داره و ما دنبال فلز درشت میگردیم، یه مثال خوبی پیدا کردم که به صورت عملی براتون فیلم بگم. ما اینجا یه سیم برق داریم که با تنظیمات GND 4 سنس 5 این سنس نمیشه، یعنی حذف. حالا ما میخوایم یه کاری کنیم که اینو سنس بشه، یعنی فلزات ریز رو هم بتونیم سنس کنیم. من یه دقیقه کلیپ رو نگه میدارم، GND رو میذارم رو 6، بعد تست میزنیم. خب GND مون اومد روی 6، حالا میریم سمت اون سیم مسی. خیلی راحت سنس. ببینید این از زیر زمین اومده، اینجا ادامه داره، هست تا اینجا اومده، رفته تا پایین.